میخوام بهتون بگم چجوری توی گونی و توی گلدون میتونید این هم محصول پرورش بدید، چون من سالها فقط تو سبد و تو گلدون و تو گونی محصول میکارم. بچه میدونید من همه چی رو تو گونی و توی سبد میوه سالها میکارم. هر محصولی که شما فکر کنید، از خیار و گوجه و انواع فلفل، همه چی رو تو گونی و توی سبد میوه سالها میکارم. بچه قبل اینکه من بهتون بگم راز محصول دهی این همه سیفیجات توی آپارتمان چیه، میخوام بگم اینجا من تمام این آموزش‌ها رایگان بهتون یاد میدم. قبل اینکه بریم بهتون بگم که جریان از چه قراره، حتما پست رو فالو کنید برای بقیه بفرستین. همه این ویدیوهایی که دیدین اینا همش محصولات خودمه که من تو سبد و تو گلدون کاشتم دیگه، فرقی نمیکنه. اینا فقط رازش استفاده از کودهای بیولوژیکه. کودهای بیولوژی به سری کودهای زیستی و سالم میگن که نه تنها برای انسان و حیوان هیچ خطری نداره، به محیط زیستم خیلی کمک میکنه، مقاومت گیاهتون میبره بالا، بیشترین محصول رو میتونید برداشت بکنید و سالها تو کشورهای خارجی دارن استفاده میکنن. و اگر باز شما نمیدونید که محتویاتش چیه، کافیه که کلمه کود رو برای من توی کامنت ها بفرستید، به صورت وایس براتون توضیح دادم.